سر. برای کسانی که می‌توانند حاله انسان را ببینند، هر کدام رنگ و نوع انرژی خاص خود را دارند و هر کدام به یک کلید موسیقی ارتعاشی متفاوت پاسخ می‌دهند. چاکرای اول قرمز، زمین، امنیت و انرژی اولیه. چاکرای دوم نارنجی، روابط، احساسات، تمایلات جنسی و صمیمیت. چاکرای سوم زرد، انرژی، سرزندگی، قدرت اراده، اقتدار شخصی. چاکرای چهارم سبز، تعادل، عشق، شفقت، ارتباط. چاکرای پنجم آبی، ارتباط، گفتار، بیان، شفا و خلاقیت. چاکرای ششم نیلی، شهود، درک، حس ششم و روشنبینی. چاکرای هفتم بنفش، روشنگری، تعالی، آگاهی کیهانی. استفاده از سیستم چاکرا برای توضیح رفتار، حالات و بیماری که در اینجا به عنوان ناهماهنگی نامیده می شود، از قرن گذشته رایج بوده است. اما در سالهای اخیر فرکانس‌های واقعی بدن مورد بررسی قرار گرفته است و به طور علمی اندازه‌گیری شده است. بدن انسان یک جعبه پچ‌پچ واقعی از صدا و ارتعاش الکترومغناطیسی با اندازه‌گیری عضلات از 0 تا 250 چرخه در ثانیه است. امواج مغزی را تا 20 سیک در ثانیه کار می‌کند. قلب در حدود 225 سیک در ثانیه کار می‌کند. فرکانس هر چاکرا به شرح زیر اندازه‌گیری شده است. چاکرای اول بین 640 تا 800 چرخه در ثانیه یا هرتز. چاکرای دوم بین 40 تا 600 هرتز. چاکرای سوم بین 400 تا 600 هرتز. چاکرای چهارم بین 240 تا 400 هرتز. چاکرای پنجم بین 100 تا 240 هرتز با یک زیرموج در 800 هرتز. چاکرای ششم بین 100 تا 200 و 740 تا 900 هرتز و چاکرای هفتم بین 1100 تا 1200 هرتز. مهم است که توجه داشته باشید که هیچ چیز در واقع در یک چاکرا اتفاق نمی‌افتد. این تنها نقطه مبدأ است، جایی که انرژی حیات متمرکز و آزاد می‌شود. چاکراها برای چشم انسان نامرئی هستند، به جز اینکه توسط متخصصان یا افراد آموزش دیده معنوی در سفر شمنی یا در حالت مراقبه دیده شوند. اما همانطور که مطالعات اخیر نشان می‌دهد، می‌توان آنها را به صورت علمی